نیروهای اوکراین شام 11 ایون از بازپس گرفتن دهه بلاگاتاتنوی ولایت دونتسک و چند منطقه دیگر خبر دادند. در این باره جزئیات زیاد داده نشده است، اما در این نواره که نیروهای اوکراین نشر کردند دیده می شود که چند سرباز از داخل بینای ویرانه پرچم اوکراین را نشان می دهند. خبرگزاری رایترز میگوید که نتوانست سنه و مکان ثبت نوار را معین کند. اشغالگران تا آخر مقابلت کردند ولی به حمله بی‌امان تاب نآوردند. آمده است در اظهارات نیروهای اوکراین. فرماندهان اوکراینی روز 11 ایون گفتند 3 دهه در ولایت دونتسک از جمله دهه‌های مکاریفکا، نیسکوچنی، بلاگاداتنی و ستراژوی را از دست نیروهای روسیه گرفتند. همچنین امروز ارتش اوکراین از آزاد شدن باز 2 منطقه دیگر در ناحیه وریمیفسک ویستوب خبر دادند. تصدیق درستی این خبرها از منابع دیگر دسترس نیست. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی روز شنبه گفت که در اوکراین عملیات جوابی برای تحت نظارت گرفتن منطقه های اشغال شده آغاز شده است، اما جزئیاتش را اعلان نکرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه حمله های جوابی نیروهای اوکراین را ناکام خواند، اما بنا به اطلاع شبکه های دولتی هم اوکراین و هم روسیه مبارزه ها ادامه دارند.